فصل اول. نگاهی به مفهوم زندگی و واقعیت‌های آن. در نهایت آرامش، بی توجه به آنچه هستیم و یا آنچه فکر می‌کنیم هستیم، پیش می‌رود. همیشه همین بوده است و همین گونه هم خواهد بود. زندگی بی تفاوت‌ترین جریانی است که در حال تجربهش هستیم. بی تفاوت به حال ما و موقعیت ما پیش می رود. زندگی تمام آن چیزی است که نمرده است. زندگی در مقابل مرگ و نیستی قرار می گیرد و اشاره‌ای به هستی ممتد دارد که همچنان زندگی را تجربه می کند. زندگی جریانی است که همراه با ما زاده می شود و روزی که می میریم ما را ترک خواهد کرد. این جریان از همان ابتدا باعث رشد ما می شود. تا سن بلوغ هم به رشد جسمی و هم به رشد روانی ما کمک می کند. و پس از آن رشد تنها در بعد روان می تواند ادامه پیدا کند. البته اگر با این رشد همراه شویم و از تجربه پنهان این رشد نترسیم. زندگی شبیه جریانی مستقل از ماست که انتخاب می‌کنیم به آن وصل شویم یا مدام در حال انکارش باشیم. در نهایت زندگی در درون و بیرون از ما، فارغ از تمام برداشت‌ها و رفتارهایمان، به جریان خود ادامه می‌دهد. هر کدام از ما به نوعی رابطه‌ای با جریان زندگی داریم و این نوع رابطه سرمنشأ ارتباط‌های ما با خودمان و دیگران است. برای درک هرچه بیشتر رابطه‌هایمان باید از دل عمیق‌ترین و بعضاً سخت‌ترین واقعیت‌های زندگی گذر کنیم. پذیرش و فهم حقایقی که در مورد جریان زندگی وجود دارد قطعاً جهانبینی ما را نسبت به آدم‌ها و روابطمان تغییر می‌دهد. در این فصل در مورد واقعیت‌هایی صحبت می‌کنیم که پذیرش آنها می‌تواند روند رشد روانی ما را سرعت ببخشد و آگاهی ما را بیشتر کند. واقعیت‌هایی در مورد زندگی. دنیا مکانی ناامید کننده برای کودکان است. در دنیای کودک همه چیز شبیه یک آرزوست و هرچه آرزو کند باید برآورده شود. پس منتظر می شود تا شخصی آرزویش را برآورده کند. او به معجزه و دستهای پنهان اعتقاد دارد و از همه کس و همه چیز انتظار دارد. کودک می نوازد و دنیا باید برقصد. دنیای واقعی هیچ وقت شبیه تصویری که کودک توقع دارد نیست. دنیای واقعی نمی رقصد. نه به ساز ما، نه به ساز خودش. دنیا می گذرد. هر لحظه و هر ثانیه. دنیا برای لحظه‌ای هم توقف ندارد. بهتر است اگر بیش از 20 سال سن داریم سریعتر بزرگسالیمان را ببینیم و وارد دنیای واقعی شویم. بهتر است نقش کودک بودن و انتظارهای کودکانه را سریعتر کنار بگذاریم، چون این نقش مدت هاست که ما را زخمی کرده است و حواسمان نیست. کودک بودن زمانی که کودک هستیم شبیه یک زره محافظ عمل می کند. این زره آرام آرام ما را با دنیای واقعی آشنا می کند. دنیایی که خیلی دلپذیر و ارضا کننده برای یک کودک نیست. پس وقتی بزرگتر می شویم و آماده دیدن دنیای واقعی، این زره را باید از تن درآوریم. دوران کودکی تمام می شود. فرد آماده می شود
که پا به دنیای بزرگسالان بگذارد و هرچه بیشتر این زره را به تن داشته باشد بیشتر آسیب می‌بیند. زرهی که قبل ترها به ما کمک می‌کرد تا با دردهایی روبرو شویم و با دنیای واقعی کنار بیاییم، حالا خود درد دیگری شده است. زرهی تنگ، کوچک و غیر منطقی که لحظه‌ای نمی‌تواند بدون آسیب به ما در کنارمان باقی بماند. ماندن در نقش کودک همیشه ما را ناامید می‌کند. آدم‌ها وقتی قرار نیست کنار ما باقی بمانند خیلی سیاه و بد به نظر می‌رسند. خشم‌هایمان به صورت غیر منطقی زیادتر می‌شوند، چون در دنیای واقعی اتفاقاتی می‌افتد که کودک نمی‌تواند درکشان کند. در نتیجه عصبانی و کلافه می‌شود. در نقش کودک بودن مدام ما را به این سوال می‌رساند: آخر چرا؟ چرا من؟ چرایی وجود ندارد. در دنیای بزرگسالان فرصتی برای غر زدن وجود ندارد. در دنیای بزرگسالان قرار نیست همه خوب و دوست داشتنی باشند و قرار نیست از هر کس و موقعیتی که شبیه به ما نیست متنفر شویم. در دنیای بزرگسالان سیاه و سفیدی وجود ندارد. هیچ چیز مطلق نیست. همه چیز ممکن است روی دهد و قرار نیست شبیه فیلم‌های قدیمی آدم‌های بد شکل خاصی داشته باشند. در دنیای واقعی مفاهیم نمی‌تواند مطلق باشد. درست چیست؟ غلط چیست؟ بد چیست؟ خوب چیست؟ در این دنیا باید تلاش کنیم پای تصمیم‌هایی که گرفته‌ایم بایستیم و هر روز با شگفتی‌هایی که دنیا به ما نشان می‌دهد همراه شویم. در این تلاش‌های پیچیده احساس زندگی در جریان است. برای یک بزرگسال مدت هاست که نجات دهنده در گور خفته. بهتر است اجازه دهیم فعلا خفته باشد تا برویم و بدون رویا و توهم دنیا را کشف کنیم. وقتی ما نگاهی کودکانه به زندگی داشته باشیم رنجیده می شویم و ساده انگارانه با دنیا برخورد می کنیم. در صورتی که پذیرش زندگی به نگاهی بالغ، پخته و عمیق احتیاج دارد.